به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی قدیمی و زیبا شروع میکنیم. دکتر علی شریعتی، کتاب کویر، با تجدید نظر و آخرین تصحیحات مؤلف این کتاب چاپ شده. هیچ آثاری از اینکه در چه نشری و در چه زمانی این کتاب منتشر شده در اختیار من نیست. این کتاب بسیار قدیمی هستش و من بلافاصله میرم سراغ مقدمه خیلی کوتاه و بعد با هم فصل‌ها رو شروع میکنیم. با من همراه باشید که این کتاب قشنگ و زیبا رو کشفش کنیم. هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نوشتم همه آن است که یقین ندانم که نوشتنش بهتر است از نابشتنش. ای دوست، نه هرچه درست و صواب بود روا بود که بگویند و نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش پدید نبود و چیزها نویسم بی خود که چون وا خود آیم بر آن پشیمان باشم و رنجور. ای دوست، می ترسم و جای ترس است از مکر سرنوشت. حقا و به حرمت دوستی که نمی دانم که این که می نویسم راه سعادت است که می روم یا راه شقاوت. و حقا که نمی دانم این که نوشتم طاعت است یا معصیت. کاشکی یک بارگی نادانی شدمی تا از خود خلاصی یافتمی. چون در حرکت و سکون چیزی نویسم رنجور شوم از آن بغایت و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم هم رنجور شوم. چون احوال عاشقان نویسم نشاید، چون احوال عاقلان نویسم هم نشاید و هرچه نویسم هم نشاید و اگر هیچ ننویسم هم نشاید و اگر گویم نشاید و اگر خاموش گردم هم نشاید و اگر این واگویم نشاید و اگر وانگویم هم نشاید و اگر خاموش شوم هم نشاید. رساله عشق. این کتاب سرفصل‌های زیبایی داره که من سرفصل دوست داشتن از عشق زیباتر است رو برای شما میخونم. اگر فرصت شد حتما مطلب کویر رو هم خواهم خوند. با من همراه باشید. کتاب هنر عشق ورزیدن را میخواندم که در آن اریک فروم با سرهم کردن حروف‌های کسانی چون کنتی، گورد، سارتر و کامو میکوشد تا به نفع اومانیسم عشقها را توجیه و تفسیر کند و با بیانی زیبا و روانکاوی هنرمندانه‌ای که دارد به تحلیل ارشادی عشقها به سود بشریت و به نفع اجتماع بپردازد. من در فهرست جامعی که او از همه انواع عشقها داده است، از عشق زن و مرد و مردم و وطن و پدر و فرزند و انسان و خدا هرچه گشتم آنچه را که دل من سالهاست با آن آشناست نیافتم و آن تنها عشقی است که زاده انسان است، که دیگر عشقها همه تحمیلی طبیعت است و مقتضای خلقت. چه این معشوقها را همه طبیعت برای ما تعیین می کند و غریزه که مأمور وی است. ما را بی خویشتن وامی دارد که عشق بورزیم و تنها یک عشق است که آن مناب و آزاد و صمیمی انسانی، آن خود ما بی تحمیل طبیعت و بی اقتضای مزاج و مصلحت و منفعت انتخاب می کند و آن کشش اسرارآمیز دو روحی است که طعم مرموز خویشاوندی شگفتی را که ریشه در جهانی دیگر دارد از یکدیگر می چشند و رنگ هم نژادی ماورایی را در سیمای هم می بینند و همچون دو و هموطن ناگاه در این کشور غریب زندگی
در این کشور غریب زندگی به تصادفی بر سر راه یکدیگر قرار می‌گیرند و در نخستین دیدار یکدیگر را باز می‌شناسند و هر لحظه خطوط آشنایی و خویشاوندی عمیق و روشنی که کتمان ناپذیر است در هم می‌خوانند و پیوندی اینچنین نه از آن گونه عشق هاست که به چشم اریک فروم آید که اومانیست و اومانیست به هر حال یک کلینگر ساده خوشقلبی است و از آنچه در برخی درون ما می‌گذرد چه خبر دارد و چه می‌داند که از آن عشق‌ها که همه حیله‌هایی است تا بشر را کارگزار طبیعت کنند و خدمتگزار اجتماع. عشق بزرگتری نیز وجود دارد که همچون دیگر عشق‌ها ابزار کار نیست و آن عشق انسان به انسان، عشق یک روح به یک روح است. یک روح تنها و نیازمند به یک روح زیبا و نفیس و ثروتمند. عشق یک خویشاوند به خویشاوند خود در این انبوه خلق که همچون حشرات از زمین می‌رویند و هر یک به مصلحتی در این روزمرگی آلوده در هم می‌لولند و می‌میرند. دریغم آمد که آن را نیز عشق بنامم که شاعران آلوده‌اش کردند. خواستم ارادت بخوانم، ملاها به حماقتش کشانده‌اند. گفتم بهترین کلمه در اینجا خویشاوندی است. خویشاوندی دو روح، دو بیگانه، با لطافت زیبایی که در ساختمان این کلمه است. خویش و وند را ترسیدم که نفهمند. به هر حال میگویم دوست داشتن و مقصودم عشق و ارادت و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است. دو انسانی که جز آن خمیره صمیمی و ناب و منزهی که من انسانی خالص هر کسی را می‌سازد، هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی‌پیوندد. پیوندی که نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند بسته است و نمی‌دانم چه بگویم. به هر حال آنچه من از ماسینیون در مغز استخوانم، در عمق فطرتم احساس می‌کنم، آنکه در حیاتش احساس می‌کردم هر روز دست در دست او، به آن نمی‌دانم کجایی که همواره حسرت دور افتادنش را داریم نزدیکتر می‌شوم. و در نگاهش آن نمی‌دانی که ای را که همیشه در انتظار بازیافتنش بی آرامیم می‌بینم. و اکنون 5 سال است که هر روز در مرگش عزادارتر می‌شوم و هرچه می‌گذرد به روز آن واقعه نزدیکتر. او بود که به من آموخت که دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی. اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب می‌خورد و هرچه از غریزه سر زند بی‌ارزش است. و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند. و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد. عشق در قالب دلها، در شکل‌ها و رنگ‌های تقریباً مشابهی متجلی می‌شود و دارای صفات و حالات و مظاهر مشترکی است. اما دوست داشتن در هر روحی جلوه‌ای خاص خویش دارد و از روح رنگ می‌گیرد و چون روح‌ها برخلاف غریزه‌ها هر کدام رنگی و ارتفاع و بعدی و طعم و عطری ویژه خویش دارد، می‌توان گفت که به شماره هر روحی دوست داشتنی هست. عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر می‌گذارد. اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می‌کند و بر آشیانه بلندش روز و روزگار را دستبین نیست. عشق در هر رنگی و سطحی با زیبایی محسوس در نهان یا آشکار رابطه دارد.
چنانکه شوپنهاور میگوید شما 20 سال بر سن معشوقتان بیفزایید. آنگاه تأثیر مستقیم آن را بر روی احساساتتان مطالعه کنید. اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی‌های روح که زیبایی‌های محسوس را به گونه‌ای دیگر می‌بیند. عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است. اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشار از نجابت. عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است. اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود. اگر تماس دوام یابد به ابتذال می کشد و تنها با بیم و امید و تزلزل و اضطراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند می ماند. اما دوست داشتن با این حالات ناآشناست. دنیایش دنیای دیگری. عشق جوششی یک جانبه است. به معشوق نمی اندیشد که یک خودجوشی ذاتی است و از این رو همیشه اشتباه می کند و در انتخاب به سختی می لغزد و یا همواره یک جانبه می ماند و گاه میان دو بیگانه ناهمانند عشقی جرقه می زند و چون در تاریکی است و یکدیگر را نمی بینند پس از انفجار این ساقه است که در پرتو روشنایی آن چهره یکدیگر را می توانند دید و در اینجاست که گاه پس از جرقه زدن عشق عاشق و معشوق در چهره هم می نگرند احساس می کنند که هم را نمی شناسند و بیگانگی و ناآشنایی پس از عشق که درد کوچکی نیست فراوان است. اما دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود و رشد می کند و از این روز که همواره پس از آشنایی پدید می آید و در حقیقت در آغاز دو خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می خوانند و پس از آشنا شدن است که خودمانی می شوند. دو روح نه دو نفر که ممکن است دو نفر با هم در عین رودربایستی ها احساس خودمانی بودن کنند و این حالت به قدری ظریف و فرار است که به سادگی از زیر دست احساس و فهم می گریزد و سپس طعم خویشاوندی و بوی خویشاوندی و گرمای خویشاوندی از سخن و رفتار و آهنگ کلام یکدیگر احساس می شود و از این منزل است که ناگهان خود به خود دو همسفر به چشم می بینند که به پهندشت بیکرانه مهربانی رسیدند و آسمان صاف و بیلک دوست داشتن بر بالای سرشان خیمه گسترده است و افقهای روشن و پاک و صمیمی ایمان در برابرشان باز می شود و نسیمی نرم و لطیف همچون روح یک معبد مطرود که در محراب پنهانی آن خیال راهبی بزرگ نقش بر زمین شده و زمزمه دردآلود نیایشش مناره تنها و غریب آن را به لرزه می آورد. هر لحظه پیام الهام‌های تازه آسمان‌های دیگر و سرزمین‌های دیگر و عطر گل‌های مرموز و جانبخش بوستان‌های دیگر را به همراه دارد و خود را به مهر و عشوه‌ای بازیگر و شیرین و شوخ هر لحظه بر سر و روی این دو می‌زند. عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی فهمیدن و اندیشیدن نیست. اما دوست داشتن در اوج معراجش از سرحد عقل فراتر می رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می کند و با خود به قله بلند اشراق می برد. عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد. عشق یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی بی انتها و مطلق. عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. عشق بینایی را میگیرد و دوست داشتن میدهد. عشق خشن است و شدید و در عین حال ناپایدار و نامطمئن و دوست داشتن لطیف است و نرم
و در عین حال پایدار و سرشار اطمینان. عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر. از عشق هرچه بیشتر می نوشیم سیرابتر می شویم و از دوست داشتن هرچه بیشتر تشنه‌تر. عشق هرچه دیرتر می پاید کهنه‌تر می شود و دوست داشتن نوتر. عشق نیرویی است در عاشق که او را به معشوق می کشاند و دوست داشتن جاذبه است در دوست که دوست را به دوست می برد. عشق هم تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست. عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند، زیرا عشق جلوه‌ای از خودخواهی و روح تاجرانه یا جانورانه آدمی است و چون خود به بدی خود آگاه است، آن را در دیگری که می بیند از او بیزار می شود و کینه برمی گیرد. اما دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز می خواهد و می خواهد که همه دلها آنچه را او از دوست در خود دارد داشته باشند، که دوست داشتن جلوه‌ای از روح خدایی و فطرت اهورایی آدمی است و چون خود به قداست ماورایی خود بیناست، آن را در دیگری که می بیند دیگری را نیز دوست می دارد و با خود آشنا و خویشاوند می یابد. در عشق رقیب منفور است و در دوست داشتن است که هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند، که حسد شاخصه عشق است. چه عشق معشوق را طعمه خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید و اگر ربود با هر دو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد و دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است، یک ابدیت بی‌مرز است، از جنس این عالم نیست. عشق ریسمان طبیعت است و سرکشان را به بند خویش می آورد تا آنچه را آنان به خود از طبیعت گرفته‌اند بدو باز پس دهند و آنچه را مرگ می ستاند به حیله عشق بر جای نهند که عشق تاوانده مرگ است. و دوست داشتن عشقی است که انسان دور از چشم طبیعت خود می آفریند، خود بدان می رسد، خود آن را انتخاب می کند. عشق اسارت در دام غریزه است و دوست داشتن آزادی از جبر مزاج. عشق مأمور تن است و دوست داشتن پیغمبر روح. عشق یک اقبال بزرگ و نیرومند است تا انسان به زندگی مشغول گردد و به روزمرگی که طبیعت سخت آن را دوست می دارد سرگرم شود و دوست داشتن زاده وحشت از غربت است و خودآگاهی ترساور آدمی در این بیگانه بازار زشت و بیهوده. عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن. عشق غذا خوردن یک حریص گرسنه است و دوست داشتن همزبانی در سرزمین بیگانه یافتن است. در تئاتری قهرمانی در برابر پادشاه برای نمایش تیزی و قدرت شمشیرش میله فولادی را گذاشت و با یک ضربه شمشیرش دو نیم کرد و همه به حیرت افتادند. پادشاه حریر لطیف و نرمی را که همچون پاره ابر سپید صبحگاهی لطیف و سبک بود در هوا رها کرد و پرده حریر در حالی که همچون توده متراکم دودی در فضا به آرامی و زیبایی و ظرافت روح یک شاعر باز میشد و میشکفت، پادشاه به نرمی و آهستگی و وقار و اطمینان شمشیرش را از میانه آن گذر داد و بی آنکه احساس کمترین مقاومتی کند پرده حریر دو نیم شد و هر نیمه‌ای در فضا به سوی رفت و از عبور شمشیر از قلب پرده ابریشمی حریر کمترین چینی بر آن نیفتاد و گویی گذر شمشیر را از میانه خویش احساس نکرد و شمشیر نیز چنان می‌گذشت که پنداری از قلب پاره ابر صبح بهاری
یا توده سفید دودهای سیگار شاعری غرقه در اسیر خیال می‌گذرد. آه که عاجزم از لف و نشر مرتب ساختن که عشق کدام شمشیر است و دوست داشتن کدام شمشیر. معذورم دارید که نمیتوانم. من حواری ماسینیونم که در برابر این جور چیزها پریشان میشد. ظرافت، لطافت، هرچه رنگ و بو و طعم غیر مادی‌تر و غیر عادی‌تر و غیر زمینی‌تر و غیر مفیدتر دارد روح او را بازی می‌گرفت. کاش می‌توانستم فهرستی از چیزهایی که اشک در چشم او می‌آورد تدوین کنم و همه را در یک جا بنویسم. خواندنی می‌شد. لااقل برای لمس کردن و حس کردن درشتی و نرمی و جنس و رنگ و بو و حساسیت‌ها و به اصطلاح نقاط ضعف روح او به کار می‌آمد. یک روح همچون یک اسب است. البته روح‌هایی هم هستند که همچون یک خرند یا یک قاطر یا یک گاو یا یک سگ یا یک روباه یا یک خروس یا یک گوسفند یا یک گرگ یا یک لاشخور یا یک کفتار یا یک زالو یا یک موش یا یک پلنگ یا یک شیر یا یک شاهین یا یک جغد یا یک گنجش یا یک خوک یا یک خرس یا یک گربه یا یک سمندر یا یک پوپک یا یک پروانه یا یک مورچه یا یک فیل یا یک شتر یا یک شترمرغ یا یک بوقلمون یا یک شتر گاو پلنگ یا یک خروس قندی یا یک تخمه یا یک سیب زمینی یا یک چوسه فیل یا یک کرم یا یک سقج یا همون آدامس خروس نشان یا یک دریا یا یک جنگل یا یک خانه نوع بناساز نقلی و خوشنما و یا یک رباط متروک و ویرانه قدیمی یا یک آتش و آتش‌های کوچک و بزرگ و رنگارنگ و نیز انواع آن از نظر خانواده و ریشه، نفت، پی، روغن چراغ، الکل، گازوئیل، بنزین، چوب و انواع آن، از کنده تاق و هیزم و شاخه‌های خشک زردآلو و توت تا چوب صندل و آتش‌های درگرفته از چیزهای دیگر و چیزهای دیگر و سوختن‌های دیگر و جرقه‌های دیگر و برق‌های دیگر و صاعقه‌های دیگر و تقسیم بندی دیگر آتش‌ها، نه آتش‌های دوددار بودار، آتش‌های بیدود بیبو، مارج من نار، آتش‌های آبی، قرمز، سفید، سبز، آتش‌های بیرنگ، آتش‌های محسوس، آتش‌های نامرئی نامحسوس و آتش‌های سوزنده و آتش‌های داغ و آتش‌های تاریک کننده و آتش‌های روشنگر و آتش‌های بیداغی، بی حرارت و آتش‌هایی که نمی‌سوزانند، آتش‌هایی که می‌پزند، آتش‌هایی که می‌سازند، آتش‌های سرد، خنک کننده، خوب، پاک، روشن، نامرئی، نیروانا، آتش عشق در خدا. چه کسی به این بی پرده است؟ چه کسی به این پی پرده است؟ آتش عشق در روح خدا، آتشی که همه هستی تجلی آن است. آتش گرم نیست، داغ نیست. چرا؟ نیازمندی در آن نیست، تلاطم در آن نیست، نااستواری، شک، تزلزل، تردید، نوسان، وسواس، اضطراب، نگرانی در آن نیست. اما آتش است، آتشین‌تر از هر آتشی، آتشین‌تر از همه آتش‌ها، آتشی که پرتو یک زبانه‌اش آفرینش است، سایه‌اش آسمان است، جلوه‌اش کائنات است، گرده خاکستر نازک و اندکش کهکشان‌ها است. چه میگویم؟ این است آتش عشق در خدا. یعنی چه؟ آتش عشق که اینجوری نیست. پس این آتش دوست داشتن است. آری، آتش دوست داشتن است.
عجب. من هم مثل همه عارف‌ها و شاعرها حرف می‌زدم. آتش عشق، آن هم در خدا؟ نه، آتش دوست داشتن است که داغ نیست، سرد نیست، حرارت ندارد. چرا؟ که نیازمندی ندارد، که غرض ندارد، که رسیدن ندارد، که یافتن ندارد، که گم کردن ندارد، که به دست آوردن ندارد، که به کار آمدن و به درد خوردن ندارد، که التهاب و اضطراب ندارد، که تلاطم ندارد، که شک و تردید ندارد، که دور و نزدیک ندارد، که بیم و امید ندارد، که مرگ و حیات ندارد، که شدت و ضعف ندارد، که قفس ندارد، که انتظار ندارد، که اتهام ندارد، که تعبیر و تأویل ندارد، که ترس و لرز ندارد، که تب و تاب ندارد، که قید و بند ندارد، که شرط ندارد، که بازگشت ندارد، که توقف ندارد، که رفتن ندارد، که ریاضت ندارد، که حماقت ندارد، که نفهمیدن ندارد، که ضرورت و مصلحت و فایده و چرا و برایه و اقتضا و اختلاف و تناسب و تضاد و کفر و شرک و شک و سستی ایمان و هوا و هوس و لذت و الم ندارد. آتش است و نه آتش عشق، آتش دوست داشتن است. داشتم چه میگفتم؟ اسب‌ها، بله. گفتم بعضی روح‌ها مثل اسبند. هر اسبی نقطه تحریکی دارد. گاه اسبی با خشن‌ترین تازیانه‌ها اخم به ابرو نمی‌آورد. اگر نیشتری هم به بغلش فرو بری، حس هم نمی‌کند. حس که می‌کند، اما تکان نمی‌خورد. مثل اینکه حس نکرده است. اما همین اسب یک یا چند نقطه تحریک دارد. بیخ گوشش، نقطه یا نقاطی بر روی گردنش، پشتش، سینه‌اش، زیر گلویش که با کوچکترین اشاره نوک انگشت کوچک ناگهان رم می‌کند و همچون پرنده‌ای که ناگهان به حراست پر می‌گشاید و می‌پرد. چنان جنون سرعت می‌گیرد که هر سوارکار ماهری را به زمین می‌اندازد. هر مانعی را که در سر راهش سبز شود رد می‌کند، جست می‌زند. کوه و دشت و دره و رود و تپه و ماهور و دریا و شهر و هر چه و هر کس و هر جا را که هست میبرد و میزند و میشکند و میاندازد و میرود و میرود تا از پا درآید، تا از چشم گم شود. و من احساس میکنم روحم روح یک اسب است، نه پستر از اسب و نه برتر از اسب، اما نه اسب گاری درشکه و نه اسب سواری و کرایه، اسب بیزین و بیدهنه، اسب چموش و سرکش و لگزدن بدخوی وحشی. نه که دهنه بر نگیرد، چرا؟ اما به سختی، به خطر، دیر، راست است، خسته کننده است. اما اگر ایمان بیتاب زندانی زمین که شوق معراج دارد و عشق دیداری در آن سوی آسمان ها توانست بر سرش لگام زند و بر پشتش برجهد و تازیانه دردناک سخنی آشنا بر او بنوازد، تندبادها را پشت سر گم می کند و صدای تند رهای آسمان سبقت می گیرد و همچون تیر دشت زمین را در می نوردد و از فراز دیواره افق بر می پرد و در سینه بلورین و لطیف سپید دم فرو می رود و در یک چشم زدن شاهزاده‌ای در بند غلامان بیگانه را که آهنگ فرار از سرزمین غربت، زمین و گریز از خیمگاه وحشیان و دشمنان پلید و کینه‌توز زیر این آسمان دارد و از بیم اسارت در چنگ سوداگران و برده فروشان این سیاه بازار عزم دیار خیش کرده است، به مرز عالم دیگر میرساند و به شتاب پرش یک آرزو او را به درگاه خود، آنجا که در و دیوارش و ساکنانش همه خویشاوندان چشم انتظار وی‌اند میبرد. درگاه بلندی که بر دامنه کوهستان مغروری نشسته است که ننگ هیچ گامی را نپذیرفته، در چهرهش خدشه هیچ نگاه چرکین و نکبت و مجروح کننده‌ای نیفتاده
و به مزلوه هیچ فهم تنگ و کوتاه و عفنی نیالوده است. قصری بزرگ و متروک و ساکت و پروقار بر دامنه کوهی بلند و دور و مغرور و پر از حشمت، پایش چشمه جوشان خورشیدی که از قلب اسرارآمیز غیب سر میزند و هوایش معطر از خوشترین عطرهای خوشترین دوست داشتنهای خوشترین روحها. کجا؟ آنجا که اینجا نیست. کجا؟ آنجا که زمین و آسمانش را همه از روح ساختند، سرشتند از روح آن راهب مرموز که عمری را در انبوه خلایق گذاشت و کسش نشناخت و تصویر خویش را در چشم هزاران دور و نزدیکی که بر او گرد آمده بودند و بر او خیره مانده بودند ندید و تنها یک بار در طول راه درازی که بر این کویر می‌گذرد یک بار از دریچه‌های معبد مجهولی به درون نگریست و آرامگاه شهید گمنامی را دید که در درون آن زیر مناره زرینی که به خیال عابدی همه عمر چشم در آسمان دوخته میمانست مدفون بود. تصویر در قالب آهن گرفته‌ای بر دیواری حرمش آویخته بود که چشمش را به حسرت و اندوه پرمعنایی بر لوح آرامگاه شهید دوخته بود و گویی خطوط نقش شده بر لوح را می‌خواند و چنین می‌نمود که تصویر کسی است که با شهید گمنامی که در دل گور خفته است خویشاوندی نزدیک است و گویی تنها اوست که در این سرزمین با این مدفون بی‌نام و نشان که کسی او را نمی‌شناخت آشناست و می‌داند کیست، سرنوشتش چیست و چرا در اینجا به شهادت رسیده است. خشمناکان بیخروش و بیفغان، دردمندان بیفغان و بیخروش، باز ما ماندیم و شهر بیتپش، وانچه کفتار است و گرگ و روبه است. گاه میگویم فغانی برکشم، باز میبینم صدایم کوته است. بگذریم. آری باش و زندگی کن که دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا سطح بلندترین قله عشقهای بلند پایین نخواهم آورد. و دیگه زمان به من فرصت نمیده تا حتی همین گفتار دوست داشتن از عشق رو برتر است رو برای شما تمام کنم. امیدوارم که این کتاب رو اگر مطالعه کردین دوباره هم یک نگاهی بهش بندازین و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدین. این کتاب بسیار زیباست و بسیار قدیمی و یادگاری ارزشمند. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وجه بعدی، خدا نگهدارتون.